چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی نواری پیدا شد که نتیجه مبارزه حکومت با دین سواد دینی و عقیده مردم را برملا کرد. این اولین نمونه رسانه‌ای شده شروع پرستش فرعون در جامعه تاجیکستان است که مطمئناً نمونه یگانه نیست. ما درباره این نوار در پایگاه پیام نوشته بودیم، اما بعد آن هم از نام ده ها نفر به ما نامه رسید که چرا در برنامه‌های خود رادیوی پیام در این باره واکنش نکرد. دانسته می شود حوصله و مراق اکثریت مخلصان برنامه‌های پیام بیشتر به برنامه‌های رادیویی و ویدیویی بوده است. اما باید قید کنم که در پایگاه پیام نت خیلی مطلب‌های خواندنی و جالب نشر می شوند. حتما وارد شده استفاده برید. برمیگردیم به اصلی مسئله. چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی نوار پیدا شد که مردی عصابه دست به دو جوان که ظاهراً به سفر برآمدنی‌اند دعا می‌دهد و می‌گوید هر جای باشد ساق و سلامت باشد، نعوذ بالله، جناب عالی نگهبانتان شود. بچه ها هر جای باشین ساق و سلامت باشد، جناب عالی نگهبانتان شود. در نظر اول این جهل یک نفر است و جای نگرانی جدی هم نیست، اما در اصل نشان دهنده تأثیر مبارزه بی‌امان حکومت علیه دین و عقیده مردم و امر معروف و نهی منکر در جامعه تاجیکستان است. بستن دهان علمای دینی، از بین بردن مدارس اسلامی، منع تعلیمات دینی حتی در مساجد و جای آن، تقدیس و بزرگ نشاندهی پیشوا تأثیر خود را به سطح دانش و ذهن مردم رسانیده است، تا حدی که یک موسفید تاجیک به خداوند جناب عالیش را شریک میگیرد و دعا میکند مسافران را در سفر نگهبان باشد. طبق شریعت اسلامی این بدترین نوع شرک است. آن توجیه ندارد و اجرا کننده‌اش را از دین خارج و تمام اعمالش را باطل می‌سازد. درباره شرک، نوع‌های آن، عواقب و جزایش در آخرت می‌توانید از ادبیات‌های اسلامی مطالعه کنید. کتاب‌های زیادی در این موضوع وجود دارد. حالا بحث ما خود شرک نیست، بلکه سبب‌های رسیدن تاجیک مسلمان به بتپرستی است. خودشان را خدا اعلان کردن فرعون و نمرود، از یگانه پرستی به بت پرستی روی آوردن همه قوم‌ها در تاریخ، محض از همین کارها و سخن‌های در نزد اول خرد و نظرناگر شروع شده اند. اول مردم مثل این موسفید جاهل دعایش را نه از خدا بلکه فرعون میکند، سپس به او در غیب هم پناه میبرد و آهسته آهسته او را خدا میداند، یا حداقل میانه رو بین خودش و خدا. فرعون هم که همیشه در فکر بیشتر کردن قدرتش است و از تعظیم و تقدیس خوشش می آید، این روند را با خوشحالی تمام قبول می سازد و خودش را خدا یا حداقل پیامبر و اگر سخت انصاف کرد میانه رو بین مردم و خدا اعلان می کند. برای روشنفکران این مسئله زمان آشکار شده بود که حکومت مبارزه بی‌امان علیه دین را شروع کرد. همان زمان آگاه کرده بودند که امام علی رحمان در صدد رسیدن به پایه فرعون است، چون برای این کار یگانه مانع دانش و عقیده دینی مردم است. پیش از همه این دو باید از بین برده شود یا حداقل ضعیف کرده شود. البته خواجگان خارجی امام علی رحمان بیشتر از خود او در این کار منفعت دارترند، ولی این موضوع بحث دیگر است.
در 8 سال مبارزه آشتی ناپذیر با دین، حکومت امام علی رحمان واقعا توانست سطح دانش دینی مردم را بسیار پایین برد و در مقابل خود او را از سطح یک انسانی عادی به سطح انسانی استثنایی و دارای قابلیت‌های مخصوص جلوه دهند. برای مثال، بیشتر مردم در تاجیکستان امروزها به این نظر است که کسی جز امام علی رحمان نمیتواند تاجیکستان را اداره کند. حیران میشوی که به خاطر چی مردم در تاجیکستان تا این حد ذلت را به خود روا میبیند و از یک مرد عادی تا بزیایی یک بنده را به حیث بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله که چی سبب می شود مردم گاها به سخنان شرک‌آمیز دست میزنند و یا اندیشه هایی که به شرک خیلی نزدیک است و انسان را به شرک برده میرساند از دهانشان صدا میدهد می شود. چند نقطه را در اینجا ذکر کرد. نقطه اول این دوری از دین و همان جهالت است. البته وقتی که انسان از دین دور می شود دیگر به جای خدا شخص دیگر را عبادت می کند، چه عبادتی آشکار باشد و یا چه عبادتی در عمل، که متاسفانه امروز مثال این را در جامعه بسیار می بینیم. و البته در مسئله دوری از دین همون جهالت هم وارد می شود که وقتی که انسان جاهل می شود، قدر و قیمت خودش را نمیشناسد، گاها همتای خودش را می خواهد پرستش کند. مسئله دوم این بیقانونی است. این عبادت یا که سخنهای مشرکانه زدن یا که توصیف یک رهبر کشور، یک پادشاه به صفتهای خداوند بیشتر در کشورها یا در جامعه های دیده می شود که در اونجا بیقانونی است. شما اون جامعه ها را نگاه کنید، یک گروه، البته گروه هم خوب نیست اینجا بگیم، یک توده یا یک مافیا این کشور رو، این جامعه رو رهبری میکنن. دیگه مردم فکر میکنند که همه دار و نادارشون از همین مافیا و سردار مافیا است. دیگه انا از ترس باشد که حال ذکر میکنیم یا از هر چیزی که باشد به توصیف های ناجا یا به سخن های ناجا و گاه طوری که شما سوال دادین به سخن های شرک‌آمیز دست میزنند و اونها را توصیف میکنند. این بیقانونی هم البته یکی از سببای این است، زیرا با هر یک ظلم و ستمی که بالای مردم میکنند دیگه مردم ترس دارند برای خودشان را شیرین کردن، تملق کردن، هر سخن از زبانشان بیاید انجام میدهند. نقطه سومی که من در اینجا میخوام ذکر کنم این ترس بیجا است. ببینید خداوند در آیات قرآن میفرماید فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. این البته درباره داستان حضرت موسی و فرعون است. خداوند میفرماید که فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون قوم خود را ترس داد و اونها هم فرعون را اطاعت کردند، زیرا اونها از جمله قوم فاسق بودند، یعنی که اهل فهم، اهل درک، اهل دانش نبودند. و این ترس بیجا گاه سبب می شود که آدم به سخنهای شرک‌آمیز دست بزند. انشالله از خداوند دعا داریم که این بیماریه که متاسفانه در جامعه ما و شما پیدا شده است، خداوند این بیماری را دور کند و مردم ما و شما را از این نجات بدهد. و الا یک بیماری هست که جامعه ما و شما، کشور ما و شما را به نیستی برده میرساند. حتی امکان دارد که حتی یک ملت را هم از ملت بودنش به نیستی برده برساند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته در عصر اینترنت به شرک رسانیدن تمام جامعه و وادار به پرستش بت با نام امام علی رحمان کردن امکان ندارد، ولی نشانه های اول این پرستش پیدا شده اند که قبلا هم در تملق نامه شاعران درباری و برخی روزنامه‌نگاران کارمندان مقامات و حتی مردم عادی دیده شده است. همان شعر معروف عطا میرخواجه که گفت
ضمن سخنرانی امام علی رحمان ماه و آفتاب و ستاره ها از حرکت باز می ایستند تا حرف او را گوش کنند کافی است. در آخر باید بگویم که زمان زدن بانگ خطر در این مورد کیها فرا رسیده است. علمای اسلامی را لازم است به این مسئله پردازند و نگذارند که یک فرعونچه حیات این جهانی مردم تاجیکستان را سوخت، باز هم حیات ابدی آخرتشان را هم سوزاند.